سلام، مانی هستم از ویندوز سنتر. امروز میخوام شما رو با یک ویژگی جدید توی ویندوز 11 آشنا کنم که چیزی نیست جز پیکچر پسورد، قابلیتی که از ویندوز 8.1 تا حالا در اختیار ماست و میتونیم ازش استفاده کنیم برای ورود راحت‌تر و آسان‌تر توی ویندوز، در واقع لاگین آسان‌تر. خب ببینیم چجوری میتونیم این ویژگی رو فعال کنیم. روی دکمه استارت کلیک راست کنید و بعد گزینه ستینگ رو انتخاب کنید. توی صفحه ستینگ به بخش اکانت برید و تو بخش اکانت میتونید بیاین پایین و گزینه ساین این آپشن رو انتخاب کنید، یعنی گزینه‌های ورود به کامپیوتر. شما همونجور که ببینید احتمالاً توی ویندوز خودتون شاید گزینه پیکچر پسورد رو نبینید و دلیل اون اینه که اگر شما با مایکروسافت اکانت لاگین میکنید به صورت پیش‌فرض پیشنهاد میشه که شما از ویندوز هلو استفاده کنید، نه از آپشن دیگه ای. ولی اگر بخواین و حتما از پیکچر پسورد استفاده کنید، حتی با اینکه مایکروسافت اکانت دارید، میتونید اینجا این گزینه رو خاموش کنید، برید تو بخش اکانتس و دوباره برگردید توی ساین این آپشن و این بار میبینید که گزینه ورود به کمک پسورد و به کمک پیکچر پسورد هم برای شما فعال میشه. خب ما اینجا گزینه پیکچر پسورد رو انتخاب میکنیم و حالا روندش شروع میشه. روندش به این صورته که شما باید اول یک عکس انتخاب کنید و من گزینه اد رو میزنم و بعد حالا اینجا باید من پسورد کامپیوترم رو بزنم تا بتونم وارد بشم. خب پسورد رو وارد میکنیم و حالا لاگین. خب بعد از اینکه این لاگین انجام شد، همونجور که رو ویدیو میبینید شما هر تصویری که بهش بدین شما میتونید یک نقطه‌اش رو کلیک کنید یا از یک نقطه به یک نقطه دیگه یک حالت خط بکشید یا اینکه با دستتون یا با موس حرکت دوار یا دایره شکل در واقع تولید کنید و به این صورت یک پترن یا یک الگویی رو روی عکس به وجود بیارید. خب برای نمونه ما باید یه عکس رو انتخاب کنیم، میریم سراغ چوز پیکچر. من برای این بخش میرم از بخش دانلود و بعد یه دونه عکسی که قبلا دانلود کردم انتخاب میکنم. هر عکسی شما میتونید انتخاب کنید، مهم نیست حتما منظره باشه. هر عکسی میتونه اینجا قابلیت اینو داره که تو اینجا استفاده بشه. اگه من قرار باشه همین عکس استفاده کنم، گزینه use this picture رو میزنم و حالا باید شما 3 نقطه یا 3 حرکت رو روی این عکس در واقع پیاده کنید و اینو باید یادتون بمونه. خب برای نمونه من میگم بالای این قله کو، بالای این قله کو و سر پایین ترین درخت، مثلا میگم این رو به عنوان 3 نقطه انتخاب میکنم و میگه حالا دوباره همین روند رو انجام بده. من دوباره میگم بالای این نقطه کو، بالای این نقطه کو و سر این درخت رو انتخاب میکنم. خب تموم شد و حالا ما این سرویس رو برای خودمون فعال کردیم. اینجا فینیش رو میزنیم و دفعه بعد که من بیام اینجا و بعد دکمه ویندوز کی و ال رو بزنم که کامپیوتر من قفل میکنه، همینجور که میبینید حالا کامپیوتر من قفل شده و من برای ورود وقتی که دکمه لفت کلیک کامپیوتر رو میزنم، همینجور که میبینید از من میخواد که این عکس رو در واقع میاره و میگه ساین این آپشن من این هست و میام اینجا دوباره رو این نقطه کلیک میکنم، رو این نقطه کلیک میکنم و روی این نقطه و به محض اینکه این کار میکنم در واقع کامپیوتر آنلاک میشه. این هم در واقع یک قابلیت خیلی جالبه برای لاگین به ویندوز و بدون نیاز به اینکه به کیبوردتون دست بزنید، فقط با انتخاب چند نقطه روی عکسی که فقط شما میدونید بعد کجاش کلیک کنید وارد کامپیوتر میشه و هر جای دیگه هم اگه کلیک کنید در واقع وارد نمیشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خوشحال میشم که ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید و به دوستای خودتون هم پیشنهاد بدید که این ویدیو رو ببینند. تا ویدیوی بعدی، بدرود.